سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اول اینکه یک عذرخواهی بدهکارم به شما که متاسفانه چند ماه اخیر نبودم و از امروز شروع کردیم با اکیپمون ویدیو میگیریم و ویرایشش میدیم تا بزنیم یوتیوب تا شما هم نگاه کنید و حالش رو ببرید. و اگه واقعا عذرخواهی میکنم که این چند ماه اخیر نبودم. خب دوستان، امروز میخوایم راجع به ویروسی صحبت کنیم که خیلیاتون اسمشو شنیدید، ویروس زامبی. و این ویروس زامبی چه اختلالاتی در بدن ما ایجاد میکنه، چه اتفاقاتی میفته و هدف از ویروس زامبی چیه، همه اینا رو میخوایم تو این ویدیو صحبت کنیم. بزن بریم. خب حالا ازتون میخوام به این فیلم دقت کنید، خودتون رو جای یا اون موقعیت قرار بدید، ببینید چه اتفاقی میخواد بیفته. یک زامبی یواش یواش نزدیکتون میشه. چه حسی دارید؟ چه حسی داشتید؟ میدونم خیلیاتون ترسیدین یا خیلیاتون گفتین که یک سلاح برمیدارن و میزننش، ولی واقعیت اینه که شما باید تو اون موقعیت قرار بگیرید تا بفهمید واقعا چه حسی به شما دست میده. خب دوستان، الان بریم سر اصل مطلب، ویروس زامبی. چه اتفاقاتی قراره بیفته؟ با افزایش جمعیت مصرف مواد غذایی خیلی داره بیشتر میشه و ناچاریم که ما انسان ها یکم رعایت کنیم، مخصوصا در مصرف آب و اینا. حالا بماند به کنار از توصیه ها، ولی با افزایش جمعیت، همونطور که جمعیت افزایش پیدا میکنه، مصرف مواد غذایی از جمله مصرف مواد کشاورزی، مواد کشاورزی خیلی 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 زیاد داره افزایش پیدا میکنه. دوستان بیاید بریم از بعد این ببینیم که چرا ویروس زامبی میخواد ایجاد بشه. ببینید، با افزایش جمعیت انسان که حدوداً الان بین 8 میلیارد تا 10 میلیارد هستش، همونطور که افزایش جمعیت داره صورت میگیره، افزایش مصرف مواد غذایی هم داره صورت میگیره و به این طریق هر چقدر افزایش پیدا میکنه جمعیت، پس با کمبود مواد غذایی هم روبرو خواهیم شد. حتی یک اتفاق افتاد و در یکی از دانشگاه ها پروفسور به نام کریس برد در سازمان بین‌المللی به همه کشورها اخطار داد در رابطه با افزایش جمعیت. الان شخص اینو تو دقیق کرد که ویروس زامبی چه رابطه داره با افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت و اینکه اگه کاهش جمعیت صورت بگیره چه چیزی رخ میده. خب حالا یک چیزی بخوام بگم براتون، اینه که کربن دی اکسید کم میشه و کره زمین عمر طولانی تری میتونه داشته باشه. خب الان این سازمانا میان میگن که چیکار کنیم چیکار نکنیم، آهمون رو پیدا کنیم. شوخی میکنم. یا بگه سر اصل مطلب، چیکار کنیم چیکار نکنیم، میگن یا بمب بندازیم یا اینکه یا ویروس ایجاد کنیم در رابطه با اینکه کاهش جمعیت صورت بگیره تو کره زمین، چون با این روند بریم واقعا کره زمین داره نابود میشه. خب حالا عاقلانه ترین راهش چیه؟ عاقلانه ترین راهش اینه که یک ویروسی رو بسازن بدون اینکه حالا به منابع کشاورزی هم آسیب برسه، چون اگه قرار باشه بمب گذاری کنن، بمب بندازن، همه اینا به زراعت کشاورزی همه چیز رو میتونه نابود کنه، فقط جمله انسان هم میتونه نابود کنه، ولی در عوض داره اون یکی هم نابود میکنه. ولی فکرشون به این میرسه که ویروس ایجاد کنه. حالا چه ویروسی میبینیم؟ ما خیلی ویروس داریم، انواع اقسام ویروس، از کرونا بگیریم تا هر ویروسی که حالا اسمشون نشنیدیم، شاید اسمش هم عجیب بیاد برامون، ولی اخیراً که دو سه سال بودن دچار ویروس کرونا شدیم و متاسفانه خیلی همون عزیزامون از دست دادیم از این راه و دچار این ویروس شدیم و اینکه چشیدیم چه واقعا چقدر سخته، عزیزامون از دست دادیم و اینا. و اینکه بیاید ببینیم این تاثیر این روی
نگه داشتن افزایش جمعیت انسان‌ها یا روند کاهشی جمعیت انسان‌ها تاثیر خاصی گذاشت یا نه؟ خیلی خیلی کم تاثیر گذاشت نسبت به اگر ویروس زامبی ایجاد بشه. نمیگم تاثیر نداشت، چون تأثیری داشت ولی اونقدری که بعد تأثیر میذاشت نذاشت. خب الان این سازمان رو به نظر شما میخواین چیکار کنیم؟ یعنی با هم بریم ببینیم. خب از یه طریق دیگه بخوام بهتون بگم، افزایش سرعت انتقال این ویروس ها خیلی مهمه. یعنی اینکه یکی از راه تنفس، از راه هر چیزی انتقال پیدا بکنه این ویروس، یکی هم هست که این ویروس یک فردی دچار این ویروس بشه و حالت هجوم آور داشته باشه و به طرف مقابل خود هجوم بیاره. این خیلی فرق میکنه. شاید اگر از بعدی ببینیم که مثلا یک ویروس شاید بتونه توی 1 سال این جمعیت کم کنه، شاید یک ویروس دیگه بتونه توی 3 ماه اون ویروس رو کم کنه، افزایش جمعیت رو نگه داره و کاهش پیدا کنه. همونطور که گفتم ویروس زامبی ویروسیه که واقعا حالت هجوم آور داره و اینکه افزایش سرعت کاهش جمعیت انجام میده به راحتی. یعنی یک فردی دچار این ویروس بشه، بدنش تو حالت عادی نیست و از لحاظ علمی هم میخوام بهتون جلوتر بگم چه اتفاقاتی قراره بیفته. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید حتما. چه اتفاقاتی میفته در بدن انسان و چه چیزی میشه. ولی اگر بخوام الان به حالت کلی بهتون بگم، اونم اینه که انسان همه خاطراتش رو از دست میده، نمیدونم برادر، خواهر، همه اینا، چون مغز واقعا دیگه اونجا استوب کرده و نگه داشته شده و این یک فکر کنید یک روح زامبیه که وارد بدن انسان میشه. این ویروس از این طریق میخواد انتقال پیدا کنه که طرف مقابل هجوم پیدا میکنه یا گاز میگیره یا حالا یک خشم میندازه دستش و از این طریق به آسانی فرد گرفتار این ویروس میشه. خب اگه قرار باشه این ویروس اتفاق بیفته، همونطور که تو برخی از فیلم ها دیدین، چه اتفاقاتی میخواد بیفته رو خدا میدونه. واقعا خیلی شدیده، خیلی خیلی سخت میشه. حالا بماند دور از این سختیاش، وقتی که دولت این ویروس رو ایجاد میکنه برای کاهش جمعیت، منظور از ویروسی که من بهتون میگم ویروس زامبی است، نه هر ویروسی، چون ویروس های دیگه خیلی سرعت انتقالشون پایین میشه نسبت به ویروس زامبی و شاید هم از الان دارن روش کار میکنن یا میخوان کار بکنن یا اصلا یک ویروس دیگه شاید ایجاد بشه خود به خود و کاهش جمعیت رو انجام بده. ولی دور از این، وقتی این ویروس رو اگر باشه ایجاد کنن، قطعا مطمئن باشید که پادزهرش هم کنارش ایجاد میکنن تا زمانی که به یک حدی رسیدیم اون پادزهر رو بیرون بدن و همه بتونن استفاده کنن و دیگه تموم میشه و ردی از ویروس زامبی نمیمونه. خب سازمان CDC یک سازمانی است که راجع به بیماری ها، مخصوصا راجع به ویروس ها خیلی مقاله داده بیرون و اینکه حالا اگر به نظر من این قضیه ویروس زامبی جدی نبود، این CDC، سازمان CDC اگر اشتباه تلفظ نکنم این مقاله رو بیرون نمیداد. خب مقاله ای راجع به ویروس زامبی هم نوشته شده و تو سایت خودش قرار داده. عجیب نیست به نظر شما؟ حالا دور از این بیماری ها، یک بیماری هم هست به اسم کرونیک واستینگ دیزیز. این بیماری اخیرا خیلی باب شده و تو فضای مجازی وایرال شده و اینکه حالا چه اتفاقی توی بدن جانورم داره میفته رو خیلی وحشتناکه. راجع به این میخوام یک ویدیو بسازم حتما و دارم روش کار میکنم و تحقیقات زیادی رو دارم انجام میدم. قطعا یک ویدیو میخوام راجعش بنویسم. حالا شما هم حتما نظرتون رو بدین که راجع به چه چیزی ویدیو بسازم و اینا. حتما حمایت هم بکنید. حالا بماند بیاین بریم سراغ ویروس زامبی. همونطور که از قبل بهتون گفتم، اگر انسان گرفتار این ویروس زامبی بشه چه اتفاقی میفته در بدن انسان از لحاظ علمی بخوایم ببینیم، طبق تحقیقات خود دانشمندان میگن بخش جلویی مغز از کار میفته و اینکه خاطرات هیچ یادش نمیاد و اینکه
همونطور که بهتون گفتم مثل یک روحیه که یک روحی رو وارد بدن انسان شده و خود انسان نیست و هیچ اختیارات خود انسان نیست اونجا و هر اتفاقی میفته مثل یک بیماریه که مغز نداره. خب میخوام راجع به یه چیزی صحبت کنم، شاید الان بچه‌هایی که دانش آموزن اذیت بشن. توی کتاب زیست 10 11 12 میتون راجع به DNA RNA خوندین حتما و اینکه چه اتفاقاتی میفته حتی که از این RNA ها یک اختلال ایجاد بشه، کلا DNA رو به هم میزنه، کنفیکون میشه بدن انسان. خب این احتمال وجود داره که ویروس زامبی روی DNA انسان تاثیر بذاره و اینکه یک اختلالی در RNA ایجاد کنه که کل DNA رو به هم بزنه و یک بیمار خاصی بسازه. خب این ساعت دستم از یک کلویده این ساعت تر بیارم. خب در یکی از دانشگاه ها فردی به نام دانیل یک کتابی نوشته راجع به ویروس زامبی. اگر این ویروس ایجاد بشه اتفاق بیفته، چه چیزایی میخواد اتفاق بیفته، چه چیزایی میخواد با ارزش بشه و وضعیت اقتصادی کشورها رو میخواد چیکار بکنه. یک کتابی نوشت و توی آمازون گذاشت و فروش این خیلی خیلی زیاد شد و رفته بیشتر میشد و اینا. خب این نشانه چیه به نظر شما؟ یعنی اینکه انسان‌ها کم کم دارن باور میکنن که یه همچین ویروسی وجود داره یا قراره اتفاق بیفته؟ حتما نظرتون برای من بنویسید. خب بیاید یکم راجع به این صحبت کنیم که واقعا ما تو موقعیت قرار بگیریم چی میشه. من بعد وقتا خودم شبا خوابیدنی فکر میکنم که اگر این ویروس ایجاد بشه چی میشه. یک تفنگ میگیرم دستم، تو خیابون راه میفتم و هر زامبی بیاد جلوم میزنم. شاید خیلیاتون حس رو داشته باشید چه اتفاقی میفته. یکی میگه که من چوب برم دارم یک کلبه میسازم، یک ذهنیت هایی ایجاد میشه که واقعا، ولی واقعیتش اگر بخواید خیلی سخت میشه اینطوری. به دلیل اینکه وقتی که انسان تو یک موقعیتی قرار نگیره نمیتونه راجع به اون موقعیت نظر بده. تو بیشتر فیلم ها دیدیم چه اتفاقاتی میفته، یک زامبی همون واسه میپره و یکی با شاتگانش اینطور میزنه و تموم شد رفت. ولی واقعا وقتی یک انسان تو موقعیت قرار بگیره از لحاظ روحی روانی چه اتفاقاتی میخواد بیفته به کنار، ولی از لحاظ جسمی چه آسیبایی هم میخواد برسه هم انسان در نظر بگیره، واقعا خیلی شدید ترس آور و واقعا خوفناک. دوستان از لحاظ اینکه چه اتفاقاتی میفته حتی به کتابای 10 11 12 رشته‌های تجربی هم مراجعه کردیم، دیدیم چه اتفاقاتی میخواد بیفته. مخصوصا اونایی هم که اهل مطالعه متوجه میشن که توی RNA یا DNA اگر اتفاقی خاص کوچیکی بیفته چه چیزی میشه. واقعا یک فوتون جا به جا بشه بماند. حالا من بحث از RNA میکنم، اتفاقات خیلی شدیدی میخواد بیفته و اینکه حالا از لحاظ اقتصادی کشور چه اتفاقاتی قراره بیفته، از لحاظ اینکه چه چیزایی میخواد با ارزش بشه اون وقت واقعا پیش بینی میتونیم بکنیم که قراره چه اتفاقاتی بیفته. حالا اگه بخوایم ببینیم که چرا این ویروس رو میخوان راه بندازن، نتیجه بخوایم بگیریم که دلیل این ویروس چیه، چه اتفاقاتی قراره بیفته رو بیاید بریم ببینیم چی میشه. اول اینکه اگر این ویروس ایجاد بشه به دلیل چی ایجاد میشه؟ به دلیل اینکه جمعیت انسان ها رو کاهش بدن. متاسفانه ما انسان ها واقعا بیش از حد اندازه داریم به طبیعت آسیب میزنیم. یعنی رفته هم که داریم جمعیت افزایش پیدا میکنه و این آسیب هایی که به طبیعت میرسه خیلی بیشتر میشه. حالا بماند من میگم مصرف مواد غذایی، مصرف آب، برگ، هیچ کدوم از آن راحت نمیکنه. به خاطر اینکه این جمعیتی که به طبیعت یا کره زمین آسیب میرسونن کم بشه، این سازمان قطعا تصمیم میگن که یه کاری بکنن و دست به یک چیزی بزنن. اونم چیزی نیست به اسم ویروس، چون بمب و مم دیگه اینجا کار نمیاد، اونا تموم شدن، چون به طبیعت هم آسیب میزنه. ولی وقتی ویروس باشه این ویروس انتقال پیدا میکنه، سریعتر انتقال پیدا میکنه و میبینیم حالا فرض کنیم مثلا نصفی از جمعیت کره زمین تموم شد. حس ترسناکی میدونم.
خب دوستان، ویدیوی ما تموم شد و اینکه خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما عزیزان بودم. خواهش میکنم ازتون که منو سابسکرایب و دکمه زنگوله رو بزنید که از ویدیوهایی که میذارم، ویدیوهای جدیدی که میذارم با خبر بشید و من همطور خوشحال میکنید و اینکه منو حمایت کنید و اینکه کامنت بذارید که راجع چه چیزایی که میخواید فیلم بذارم و اینکه تحقیقات زیادی انجام میدم راجع به اون و یک فیلم میسازم و یک ویدیو میخوام بدم که واقعا خوب باشه. خب قبل اینکه بخوایم خداحافظی کنیم میخوام یک حرفی بزنم براتون. به خداحافظی کردنهای زندگیمون عادت کنیم، چون قراره این خداحافظی کردن زندگیمون خیلی زیاد بشه. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.